سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از این روز. امروز با یک بحث بسیار جذاب راجع به کشور ترکمنستان و معرفی اون می‌پردازیم. ترکمنستان با نام رسمی جمهوری ترکمنستان کشوری محصور در خشکی واقع در آسیای مرکزی است. این کشور از شمال با قزاقستان و ازبکستان و از جنوب با افغانستان و ایران همسایه است و از طریق خزر با کشورهای آذربایجان و روسیه مرز آبی دارد. این کشور با 488,000 کیلومتر مربع وسعت 52مین کشور پهناور جهان است. همچنین کشور 6 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور کم جمعیت ترین جمهوری در آسیای مرکزی است. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور اشخاباد با 700,000 نفر است. زبان رسمی این کشور ترکمنی است. نام ترکمنستان از دو بخش ترکمن و استان تشکیل شده که به معنی سرزمین ترکمن هاست. 80% مساحت این کشور را بیابان قرقم تشکیل می‌دهد. بیشتر مردم ترکمنستان ترکمن هستند و اقلیت قابل توجهی روس‌ها و ازبک‌ها در این کشور نیز حضور دارند. مذهب این کشور 89% مسلمان و 9% پیرو کلیسای ارتدوکس روسیه هست. حکومت ترکمنستان از ناقضان بزرگی حقوق بشر و آزادی رسانه هاست. این کشور در سال 2020 پس از کره شمالی پایین‌ترین شاخص آزادی رسانه ها را از آن خود کرده است. اولین رئیس جمهور این کشور سفر مراد نیازوف که از 16 دسامبر 1991 تا 21 دسامبر 2006 رئیس جمهور ترکمنستان بود. متصدی کنونی این جایگاه سردار بردی محمدوف است که بعد از مرگ پدرش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. حکومت این کشور عملاً دیکتاتوری است.